اگه خیلی نشخوار فکری داری و هزار جور فکر جور و واجور از صبح تا شب تو ذهنت میچرخه، 1-2 دقیقه با من باش. هر چیزی رو که انسان در زندگیش نپذیره تبدیل به فکر میشه. از اونجایی که ذهن ما سازنده تصاویر زندگی ماست، چیزی رو که در بیرون نپذیریم در درون ما در قالب افکار به زندگی خودش ادامه میده. اما به محض اینکه چیزی رو میپذیریم از دایره ذهن ما خارج میشه. مثلا شما پذیرفتید زمین گرده، زمستون سرده، آب تو 100 درجه به جوش میاد. آیا در طول شبانه روز به این چیزا فکر میکنید؟ نه. پس اگه چیزی رو دوست ندارید و میخواید از ذهنتون خارج شه، کافیه بپذیرید که اون چیز با وجود اینکه دوستش ندارید هست. عمده نشخوار فکری از اونجا درست میشه که شخص نه میپذیره نه کاری در جهت تغییرش انجام میده. خانومه با یه آقای ازدواج کرده، حالا فهمیده آقای بددهنه، نه جدا میشه نه میپذیره که با یک مرد بددهن ازدواج کرده و از صبح تا شب در مورد این موضوع نشخوار فکری داره. یادتون باشه همونطور که در دنیای بیرون با هر چیزی بجنگید قوی ترش میکنید، در دنیای درون هم اگه با چیزی بجنگید، یعنی نخواهید موضوعی رو بپذیرید، ذهن مدام اون فکر رو تکثیر و به شما یادآوری میکنه که بهتون بگه باید بپذیریش. و وقتی پذیرفتید دست از سرتون برمی‌داره. وقتی ماشینتون رو دزد برد، بپذیرید که ماشینتون رو دزد برده. اینقدر نشین فکر کن که کاش جای شلوغ‌تر پارک کرده بودم، حتما پسر خالم چشمم کرده، کاش امروز اصلا با اسنپ اومده بودم اینجا. ماشین نیست، تمام، برو کلانتری اعلام سرقت کن. همین. از امروز یک بار برای همیشه خیلی چیزا رو بپذیریم که پدر و مادر ناآگاهی داشتیم، بپذیریم که بعضی وقتا همسرمون از ازدواج با ما پشیمون میشه، بپذیریم که بچه هامون یه زمانی ما رو رها میکنن و میرن دنبال سرنوشتشون، بپذیریم هر چقدر آدم خوبی باشیم باز یه عده تو دنیا از ما خوششون نمیاد، بپذیریم دنیا خیلی وقتا جای عادلانه‌ای نیست، بپذیریم قرار نیست جواب خیلی از سوالا رو بدونیم و با همین نادانسته هامون از دنیا میریم. اگه یک بار تلاش کنیم یه چیزی رو بپذیری، خیلی بهتر از اینه که 1000 بار تو ذهنت باش دست به یقه بشی و بالاخره بعد چند سال نشخوار فکری بفهمی که باید از اول